دوستای عزیز، اینی گل مخصوص به خاطر چی است؟ به خاطر کورپشه است. ما نورای دیده رفتم ده هوم دیپو، از مسئول گاردنش پرسیدم، گفتم که دوای کورپشه یا اسپری مقطی کار میکنم، ما چطور کنم که کورپشه از جنجالش خلاصم. اینی گل توصیه کرد دوستای عزیز که گل است $10 و 98 سنت، کت تکسش 11 یا 12 $12 میشه. نورای دیده این گله که خریداری کردم در حال فعلا گلدانش خورده است. در گلدان کلانی را میشانم، یک هفته بعد خوب 3 کلان میشه. با خاطر گلدان کلانش $20-25 قیمتش بود. گفتم تا او را خریدن بهتر است که چند دانه از این گل 3-4 دانه ما خریدم. در جایی که میشینم در مدت رو برای ما کورپشه نزدیک نمیشه که بیای مرا بگزه یا مرا آزار اذیت بکنم. بخیر باشین، سلامت باشین، از دعایتان ریمی را فراموش نکنید.